بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامانی تو، به مرغی بلند آشیانت قسم. ای جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر میکنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. بهر برگ تاریخی زرین تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشانی تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کانی حیات، به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مرگی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. ای جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه از دلم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد.
ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود.